سلام، من پریسا کنعانی هستم. این جلسه آموزش آناتومی سر رو داریم و انواع سر رو آموزش میدیم. برای طراحی اولیه بهتر از مداد HP استفاده کنیم که همون مداد معمولی میشه و برای سایه زدن و اجرای اجزا مداد 6B. برای پاک کردن خطوط اولیه بهتر از پاکن خمیری استفاده کنیم. برای طراحی سر اول بهتره که یه دایره بکشین. فرم کشیدن دایره‌تون هم به این صورت باشه، یعنی این شکلی طراحی نکنین چون قطعاً کج و ناصاف میشه، ولی وقتی بریده طراحی بشه هم دقیق تر در میاد هم کم رنگ تر. از وسط این یه خط تقارن رسم کنین، بعد نصف این دایره رو اندازه بگیرین با مدادتون. این شکلی حدوداً اینقدر میشه. اینو بچرخونیم و اینجا یه نقطه بزنیم. این میشه اندازه‌ای که ما برای رسم چونه این صورت نیاز داریم. از اینجا 2 تا خط صاف رسم کنیم و اینا رو به این خطی که مشخص کردیم وصلشون کنیم. به این خط توی طراحی ما نمیگیم خط تقارن، میگیم محور سر. چون اگه قرار باشه این خط حرکت کنه و به جای این قسمت توی این قسمت قرار بگیره دیگه قرینه نیست، یعنی چشم این سمتی با این سمتی دیگه قرینه نیستن. پس بهتره که به محور سر مشخص بشه و به این اسم مشخص بشه. حالا برای طراحی اجزای چهره ما این سر رو 3 قسمتش میکنیم، یعنی 2 تا خط رسم میکنیم و این 3 قسمت میشه. قاعدتا خط اول خط ابرو هستش و خط دوم خط بینی. با فاصله مشخصی باید خط چشم و خط لب رو مشخص کنیم. ولی خب این فاصله ها معیارش دقیقاً چیه؟ معیار ما توی اندازه گیری این فاصله ها چشم هستش. ابتدای کار ما این خطا رو حدوداً چشمی مشخص میکنیم، یعنی یه فاصله به نظر استاندارد و مشخصی رو تعیین میکنیم که برای این فاصله مناسب باشه. ولی ممکنه مثلا چشمی که ما میکشیم یا ریزتر باشه یا درشتر و مجبور شیم این خط رو تغییرش بدیم. پس اول کار وقتی این فرم رو طراحی کردیم خطوط داخلش رو پاک کنیم و چشم اول رو طراحی کنیم. برای طراحی چشم یه فاصله از اینجا در نظر میگیریم و از این قسمت چشم رو طراحی میکنیم. خیلی خلاصه اگه بخوام دوباره توضیح بدم، ما باید دقیقا روی خطی که مشخص کردیم برای چشم یه حالت قطره بکشیم و یه مثلث برای این قسمت مشخص کنیم. خب این اندازه‌ای شد که ما برای چشم این صورت نیاز داریم. حالا همین رو با سر مداد اندازه بگیریم و اینجا یه نقطه بزنیم. دوباره از این قسمت قرارش بدیم روی نقطه قبلی، یه نقطه دیگه مشخص کنیم. اینا رو ادامه بدیم. کاربردش هم الان براتون توضیح میدم دوباره. ببینید الان اگه دقت کنین خط تقارن صورت ما دقیقا الان وسط نیست، به خاطر سایز چشممون باید اینا رو دوباره تغییر بدیم. یکم اینو میایم این طرفتر، این درست میشه. پس خط ما محور سر ما الان این خط میشه. خب ما گفتیم معیار ما چشمه، ولی خب حالا از کجا بدیم از اینجا تا اینجا چه فاصله ایه؟ ببین دقیقا از چشم اول تا چشم دوم، یعنی فاصله 2 تا چشم 1 چشم میشه. فاصله چشم تا ابرو نصف چشم یا همون 1/2.
فاصله چشم تا بینی 1 چشمه، فاصله بینی تا لب باز دوباره نصف چشمه یا همون 1/2. خب من اینا رو الان توی ترسیم این چهره براتون دوباره توضیح میدم، بهتر متوجه میشین، ولی خب اینا رو خوبه که حفظ کنین. ما گفتیم این فاصله نصف چشمه، ولی خب چطوری؟ یعنی من بیام نصف اینو اندازه بگیرم، خب قطعا خیلی کم میشه. بعد از این سمت اینو اندازه بگیرین، بعد بچرخونین، بذارین روی خطی میشه نصف چشم. حالا من چک میکنم ببینم فاصله‌ام درسته. بله. خب این خطی که ما اینجا کشیدیم کاربردش چیه؟ این محل مناسب تاج ابرو نشون میده. یعنی حالت استاندارد یه چهره اینه که تاج ابرو دقیقاً این قسمت قرار بگیره. هلال ابرو و دم ابرو تو این محدوده میشن. خب معمولا وقتی طراحی چشم انجام میدیم هر دو تا چشم قرینه نمیشن، یکی کوچیک‌تر میشه، یکی بزرگتر میشه، یا اینکه ممکنه یکی کشیده تر یا یکی بازتر باشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد از بالای چشم یه خط میکشیم و از پایینش هم دوباره همونو رسم میکنیم این شکلی. اینجوری احتمال خطا خیلی کمتره و بعد میتونیم توی طراحی باز فرمش رو بهتر کنیم، بیشتر شبیه بشه. این از این خط دقیقا ببینیم اگه اینو ادامه بدیم میشه محل دم ابرو دیگه، پس این طرف هم همینو تکرار کنیم. خب اگه خواستین ابرو هم قرینه تر باشه میتونین از قسمت های مختلف مثل بالا و پایین و دم ابرو خط بکشین که مطمئن بشین این دقیقا سر جای خودشه و پهن‌تر یا باریکتر نشده. این فاصله دقیقاً تا این گوشه صورت باید نصف چشم باشه، یعنی ما باز دوباره اینو اندازه میگیریم، این قسمت رو مشخص میکنیم، میشه دقیقاً فاصله مناسب توی حالت تمام رخ. برای اینم این قسمت میشه. فاصله مناسب برای خط رویش مو توی هر چهره‌ای حدوداً 1 چشم و نصفی یا 2 چشم کامل میشه، ولی از این خط باید باشه، نه از خط بالاتر یا پایین ترش. دقیقاً اینو اندازه میگیریم، میچرخونیم، بذاریم اینجا 1 چشم تا اینجا، 2 چشم تا اینجا. پس پیشانی این مدلمون این قسمت میشه. خب ببینید اگه این حالت مو این قسمت این شکلی حالت سیبی باشه خیلی مصنوعیه، برای همین بهتره توی قسمت شقیقه یکم مو مشخص کنین که فرم صورت طبیعی تر بشه. خب این خطی که ما اینجا ادامه دادیم برای محل بینیه، یعنی بینی استاندارد واسه این چهره حالتیه که دقیقاً بین این دوتا خط قرار بگیره و این طرف تر نیاد یا کوچیکتر از این حد نشه، استانداردش اینه. خب ما باز دوباره برای اندازه بینی اینو اندازه میگیریم، میچرخونیم روی این خط و علامت میزنیم. حدوداً این قسمت میشه. پس ببینید فرم صورتی که ما اول کار طراحی کردیم بعد از طراحی اجزای چهره کلا تغییر میکنه، حتی ممکنه سایز کوچیکتر یا بزرگتر بشه. گفتیم فاصله بینی تا لب یک نصف چشمه، یعنی 1/2 یه چشم کامله، پس دوباره این فاصله رو ما نیاز داریم. خب میشه این خط. حالا اندازه نرمال یه لب چقدره؟ چقدر باید از این قسمت جلوتر بریم که سایز لبش مناسب باشه؟
ببین دقیقا از این مثلث داخل چشم اگه یه خط ادامه بدیم، این میشه اندازه لب استاندارد توی حالتی که صحبت نمیکنه یا لبخند نمیزنه. فاصله تا این قسمت چانه دقیقا یک چشم کامله از خط لب. یعنی اینو اندازه میگیریم، میچرخونیم، علامت میزنیم. این فواصل دوباره یه چشم کامله و حدودی مشخصش کردم من الان برای اندازه صورت. خب این اندازه گیری ها توی چهره آقایون خانم دقیقا همینه، هیچ فرق نمیکنه، فقط تنها تفاوتش برای چهره کودکانه که کلا این تناسب به هم میریزه. خب سایز مناسب گوش برای این چهره دقیقا از خط لب تا خط چشمه. اندازه مناسب گردن از زیر گوش شروع میشه، یکم پوز پیدا میکنه و به این صورت رسم میشه. میزان کشیده بودن گردن هر مدل متفاوته، ولی نرمالش اینه که تقریبا اندازه 3 یا 4 چشم باشه. خب به این صورت. حالا میتونین دیگه به طرحتون جزئیات بدین، مو رسم کنین یا اینکه فرم بدن رو طراحی کنین. کلا توی رسم آناتومی بدن معیار ما سره که الان توی این صفحه رسمش نمی کنیم، جلسه بعدی براتون آموزش میدم. انواع سر رو اگه بخوایم کار کنیم بعد از سر تمام رخ سر سراخه. حالا سر سراخ با سر تمام رخ رسمش چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که معیار اندازه‌گیری ما توی سر سراخ چشم کوچیک‌تره، یعنی چشمی که مقدار کمتری ازش دیده میشه. پس وقتی این حالت خط محور سرتون میشه، حالا چه اینجا باشه چه این قسمت باشه یا حتی جلوتر باشه، اینا همش حالتهای سراخ میشه، هیچ فرق نمیکنه. باز معیار ما چشم کوچیک‌تره و بعد بر اساس اون اندازه گیری کنیم. ولی حالا اگه نیم رخ باشه چی؟ ببینید این خط اگه اینجا قرار بگیره یا اینجا، این کلا نیم رخه و ما کلا یه چشم بیشتر نداریم. حالا هر چقدر که باشه، چه انقدر از چشم مشخص باشه چه کمتر، معیار ما همونه و نیاز نیست که شما یه چشم کامل رو رسم کنید. برای طراحی سر نیم رخ شما ابتدای کار یه دایره بزرگ رسم می‌کنید. به این صورت یه خط صاف اینجا رسم می‌کنید. دوباره وسط دایره رو مشخص می‌کنید. اندازه گیری می‌کنید. از پایین دایره یه نقطه می‌زنید. این دقیقا محل چانه میشه. البته یه فرم دیگه هم برای طراحی آناتومی سر داریم که کلا نیاز نیست که این فاصله رو در این حد بزرگ بگیریم و محل مو هم با همین دایره اول مشخص میکنیم. اون مدل هم میشه رسم کرد، هیچ فرق نمیکنه. این حالت ساده شدهشه و نیاز به طراحی مو نداره. خب بعد از اینکه این دایره رو کشیدیم، بین این دایره بزرگتر و دایره کوچیکتر یه خط میکشیم، همینو گردش میکنیم. داخل اینو باز به 4 قسمت تقسیم میکنیم. قسمتی که اینجاست محل گوش میشه. قسمتی که این قسمت مشخص کردم، این برای کنار گوش و برای طراحی مو میشه. خب
حالا نیازی نیست فعلا مو کامل مشخص کنیم، فقط حدودش رو مشخص میکنیم که بدون دقیقا کجا طراحی کنیم. اگه بخوایم فرم سر بر اساس قواعد کتاب توضیح بدیم، بهتره که این خط رو هلال بکشیم، از زیر گوشی هلال کوچیک رسم میکنیم به پایین دایره و اینو میرسونیم به این قسمت و دیگه نیاز نیست که این فاصله نصف دایره رو اندازه گیری کنیم. این یه مدل سر ساده تره. از زیر گوش دقیقا از این قسمت یه خط مشخص میکنیم، هلال گردن رو مشخص میکنیم توی اینجا. خب حالا از زیر قوس چانه یه هلال میکشیم و گردش میکنیم. این میشه سر نیمرخ. حالا اگه قرار باشه سر سرخ رو رسم کنیم، باز دوباره میتونیم همینا رو تکرار کنیم، یعنی دایره رو دوباره بکشیم، بعد از اینکه دایره اول رو کشیدیم از اینجا یه هلال رسم کنیم. از اینجا گرد بشه، وصل بشه به هلال اول و یه خط صاف این قسمت قرار داره. خب حالا میتونیم دایره کوچیکتری که اینجا براتون توضیح دادم و توی این قسمت به شکل بیضی بکشیم که محل گوش هم باز مشخص کنیم. بعد از اینکه این کار انجام دادین، از وسط این دایره یه هلال میکشیم، وصلش میکنیم به خط چانه. از کنار گوش، یعنی دقیقا از خط پایین ترش یه هلال میکشیم، قوس بهش میدیم، وصل میشه به اینجا و فرم صورت کاملا به صورت سه‌بعدی در میاد و دیگه توی این حالت نیاز نیست محل سایه رو بعد از طراحی مشخص کنین، خیلی کارتون ساده تر میشه. این هم محل گردن که طبق توضیح قبلی دقیقا زیر گوش قرار داره. این سر سرخ میشه. سرخ همونطور که قبلا براتون توضیح دادم انواع داره و اگه این قوس کم و زیاد بشه بازم درسته و هیچ فرقی توی فرم طراحی نمیاره، فقط جای خط عوض میشه. یعنی این خط به جای اینکه اینجا باشه اینجا قرار میگیره.